سلام، مهسا درخشنده هستم با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های نووا بیوتی تیوی بیوتی تاک در خدمتتون هستیم. داشتیم در مورد مشکلات و معضلات آموزشگاهداری صحبت می‌کردیم. خب همونطوری که می‌دونید من خودم 16 ساله که آموزشگاه دارم، با استاد داشتیم صحبت می‌کردیم و ایشون هم یکی از پیشکسوت‌های آموزشگاه فنی حرفه‌ای هستن. ازشون می‌خوام که خودشون رو معرفی کنن و ببینیم که بحث رو چجوری پیش ببریم. زنده باشین، خوبید، خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمتتون. به نام خدای زیبایی ها، فرشته محبی تبار هستم با 33 سال سابقه کار در حوزه صنعت بیوتی، آموزشگاه و سالندار هستم، مدرس بین‌المللی و مدرس دانشگاه و مربی سازمان. میدونم که برای کارشون خیلی زحمت کشیدن، چون از نزدیک باشون از قبل آشنا هستم و میدونم که توی هر زمینه‌ای که برنامه علمی و درستش بوده ایشون ورود کردن و کارشون رو درست و اصولی انجام دادن. جزء آموزشگاهایی هستن که معتبر هستن و واقعا من خودم به وجودشون افتخار میکنم از این همه زحمت و تلاشی که کردن. داشتم فکر میکردم که این داستان رو چجوری پیش ببریم. با خانم محبی تبار داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که از مشکلات و معضلات این روزای آموزشگاهدارا یه صحبتی بکنیم، مثل حتی مسکنشون، جایی که دارن کار انجام میدن، تعداد هنرجوهاشون، برنامه‌هایی که خود فنی حرفه‌ای براشون داره، استانداردها و چارچوباشون، خیلی مسائلی که آموزشگاهدارا باهاش درگیر هستن و شاید خیلی از دوستان ندونن که شرایط آموزشگاه‌ها به چه صورت هست. یه صحبتی بکنیم خانم محبی تبار. خواهش می‌کنم، در خدمتم. واقعیت رو می‌فرمایید و واقعا هم ما این روزها با چالش‌های خیلی زیادی مواجه هستیم، هم از لحاظ جذب هنرجو و هم از نظر قوانینی که جدیداً توی حالا استانداردهای سازمان اضافه شده و اینکه کسی هم که واقعا با این هزینه‌های گزاف اجاره بهاها و مسائل دیگه اگر مکان برای خودشون نباشه، خیلی از همکارا متاسفانه حتی از پیشکسوتان دارن جمع آوری میکنن، دارن مرخصی رفتن یا دارن انصراف میدن و این برای من خیلی دردناکه که میبینم خیلی از دوستان و همکاران عزیز ما 30 سال 40 سال خاک این زمین رو خوردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، ولی هنوز حتی یه مکان از خودشون ندارن و تحت به هیچ پوشش، هیچ حمایتی، هیچ جایگاهی و در اصل متولی این کار که خود سازمانم حتی هستش نیستن. چه نظر پوشش بیمه، چه نظر وام، چه نظر حالا معرفی هنرجو و استانداردهای کتاب‌ها، آزمون‌ها و خیلی مسائلی که متاسفانه سال به سال داره انگار سخت‌تر میشه واسه آموزشگاه دار و همه به چالش‌های خیلی بزرگی خوردن که خیلی‌ها مجبور شدن برن خونه بشینن و جمع کنن. یکی از مشکلات بزرگی که آموزشگاه داره توی این روزا دارن، همونطوری که خودم هم باهاش روبرو هستم، موازی کاری که داره توی جاهای دیگه انجام میشه، تو آکادمی‌های دیگه داره انجام میشه و هر کسی اومده یه آکادمی زده و از آکادمیش داره در واقع هنرجو میگیره و به خاطر اینکه استانداردها و چارچوبای فنی حرفه‌ای رو ندارن، خب طبیعتا خیلی راحت‌تر هم میتونن تبلیغات کنن، تبلیغاتشون هم میتونه خیلی جذاب باشه و ولی کسی که آموزشگاه داره باید طبق یه چارچوبی تبلیغاتشو داشته باشه، یه برنامه‌ریزی خاصی داشته باشه. خب طبیعتا اونا کلاساشون پرتر میشه و هیچ داستانی هم ندارن، نه مالیاتی قراره بدن، نه اتفاقی قرار داشته باشه. تهش اینه که با یه آموزشگاه هماهنگ میشن، بچه‌هاشون معرفی میکنن، میدن اون آموزشگاه، ازشون مدرکشون میگیرن و تمام. و این روزا که دانشگاه ها هم وارد داستان شدن و دانشگاه ها دارن با فنی حرفه‌ای قرارداد میبندن، یه سری چیزایی که اصلا برای من خیلی عجیبه. دانشگاه سر جای خودشه، فنی حرفه‌ای سر جای خودشه، این ادغام این دوتا یعنی چی؟ من خودم اصلا متوجه نشدم داستان چیه که آخر ما مدرک فنی حرفه‌ای برامون مهمه یا مدرک دانشگاهی برامون مهمه؟ اصلا داستان چیه؟ ما نمیدونیم. آموزشگاه دارم به نظرم گیج شدن کاملا، چون اصلا یه جورایی تمام هنرجوها رفتن به سمت یه سری داستانای دیگه. پس آموزشگاه داره باید چیکار کنه؟ چجوری باید درآمد کسب بکنه که اصلا مکانش رو بتونه حداقل تامین بکنه؟ یعنی هر چی در بیاره بعد یه چیزی هم بذاره روش تازه اجاره مکانش رو بده. درسته؟ واقعیت همینه که میفرمایید و متاسفانه جدیداً هم با طرفی که 30% برای دهک‌ها اضافه کردن، ما خودمون یعنی شخص خود من با چند تا از همکارام که حالا صحبت کردیم و تو گروهی هم که هستیم،
همه به چالش خوردن، به خاطر اینکه الان تو این 3 ماه اخیر هر کارآموزی که اومده ما 20% تونستیم جذب کنیم. وقتی این طرف 30% رو بهشون میگیم کاملا منصرف میشن، میرن میگن خب میریم حالا توی آرایشگاه آموزش میبینیم، ادواری هم امتحان میدیم، نصف این هزینه هم واسمون تموم میشه و ما الان واقعا کارآموز از دست دادیم. یعنی به جای اینکه متولی این کار یا اون به قول معروف اون حالا ولی نعمت ما که سازمان هست از ما دفاع کنه و راهکاری رو بیاندیشه که ما جذب بیشتری داشته باشیم، اومده این کارم انجام داده، دقیقاً کاری کرده که همون تعداد هنرجویی هم که ما داشتیم با اون مشکلاتی که حالا خودمون جذبش می‌کردیم، با اون سختی، با اون تبلیغات، هزینه‌های شخصی خودمون داریم جذب می‌کنیم، اونها رو هم از دست دادیم. و این خیلی خیلی واقعا که من خیلی متاسفم برای این اتفاق. همین کار باعث شده که خیلی ها مطمئناً تا چند ماه آینده واقعا از حیطه همین کار و از آموزشگاه داره اونها هم برن کنار. رشته ها ستاره دار بشه، یعنی واقعا شده بود یه سری ادواری اوکی بشه دیگه نتونن ادواری امتحان بدن، مخصوصا رشته‌هایی که خیلی مهمه و اینکه اجرا نشد. یا موازی کاریایی که توی حتی فقط رشته بیوتی نه، رشته‌های دیگه هم همینطوره، مثلا سرای محله‌ها دارن درس میدن، وزارت ارشاد داره درس میده، دانشگاه داره درس میده. خب عملاً جایی واسه آموزشگاه دار باقی نمیمونه که بخواد عرض اندام کنه یا حرفی بزنه. عملاً هیچ گونه انگار سورسی وجود نداره، هیچ گونه جایی وجود نداره که بتونیم بهش استناد کنیم. حتی هنرجو هم که میاد گیج و حیرونه کجا بره بهتره. تازه من الان دارم در مورد آموزشگاهی صحبت میکنم که بروز آپدیته. شاید بعضی از آموزشگاه‌ها واقعا بروز نمیشن، ولی آموزشگاهی که بروزم همین مشکل داره، ولی فقط خوشگوشه تو چارچوب شرایط استاندارد خود فنی حرفه‌ای، مثلا خدمات نمیتونی داشته باشی، یه سری چیزا رو نمیتونی داشته باشی، با یه مبلغ مشخص بالاتر نمیتونی بری، پایینتر نمیتونی بری، یه سری مسائل خاص، تبلیغات در این حد میتونه باشه، بیشتر نمیتونه باشه. مثلا یکی از موارد شما مو اجازه نداری توی پیج آموزشگاه نشون بدی. خب من چجوری باید این کار رو انجام بدم؟ سمینار برگزار میشه، به فرض اینکه من مدل زنده نمیتونم داشته باشم، خب چجوری من باید کار نشون بدم؟ میخوام مثلا مو درس بدم، چجوری باید این کار رو انجام بدم؟ باید یه فضایی وجود داشته باشه که من اون امنیت رو داشته باشم. در صورتی که آکادمی داره میره دوره برگزار میکنه، حالا میره توی یه مکانی هم میگیره واسه خودش که مثلا یه مکان خیلی شخصی اصلا به کسی ربطی نداره داره چی کار میکنه، آموزشش هم میذاره بدون هیچ کسی بیاد بالا سرش باشه، بدون هیچ گونه بازرسی، بدون هیچ داستانی، میاد کارش انجام میده، تموم میشه میره. تهش میاد مثلا با من شما صحبت میکنه، میگه من 15 تا هنرجو دارم، میشه لطفا مدارکشون رو بدید؟ ما هم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم عملا. این یکی از دقیقاً معضلات خیلی بزرگیه که به نظر من این روزا همزمان هر دو تامون از نهادمون بلند شد. واقعا این اتفاق واقعا میفته. کسی که زحمت کشیده تو این حوزه، عمرش و جوونیش رو گذاشته، خاک این صحنه رو خورده، واقعا براش سخته. دقیقاً. و واقعا دردآوره برای خود من که الان توی این سن با این شرایط واقعا احساس میکنم که باید اصلا جمع کنم، چون بجز این که فقط کرایه عجیب بدم دیگه چیزی دیگه نیستش. 4 تا دلمون فقط خوش بود به اینکه میخوایم مدارکی رو صادر کنیم، اونم الان ارشاد داره و سازمان فنی حرفه‌ای قرارداد داره مدرک سازمان فنی حرفه‌ای صادر میکنه، دانشگاه‌ها صادر میکنن، آکادمی‌ها صادر میکنن، خود شرکت‌های خصوصی دارن صادر میکنن. نمیشه بگین آقا جمع کنید. همون من گفتم اتفاقا یه جایی این صحبتو کردم، گفتم که انگار که میخوان ما بریم روشون، نمیشه دیگه به ما بگن بعد این همه سال دارن یه قوانینی رو میذارن، یه کارهایی میکنن که خودمون دیگه خجالت بکشیم، تصمیم بکشیم کنار. و خیلی حیفه. و واقعا چون ببین سازمان تو این سالها ما نه بیمه بودیم، نه توقعی ازشون داشتیم، نه ما رو آپدیت کردن، به روزرسانی کردن، نه یه وامی به ما دادن، نه یعنی کاری علنا برای ما پیشرفتمون همه شخصی بوده. حالا تبلیغاتمون خودمون انجام دادیم، جذبمون خودمون بودیم و سازمان داره با پول آموزشگاهدار میچرخه. من نمیدونم چرا حالا این حمایت انجام نمیشه. و ما مثلا حتی یه مثلا بیمه قرار شد بکنن نکردن، قرار شد که ادواریا رو جمع بکنن، این اتفاق نیفتاد متاسفانه. الان این دهک هم که اضافه شد دیگه بدتر هم شد، نور الان شد واقعا. و این خیلی یعنی جای گله داره واقعا. من امیدوارم که انشالله حالا اون کسایی که به هر حال میتونن و حالا مسئولیت هایی که به عهده دارن در سمت هایی که هستن، از این عزیزان واقعا انتظار دارم، توقع دارم که یک واقعا
کاری، یک حرکتی، یک قانونی وضع بشه، یک اتفاقی بیفته که ما از این فشار، از این همه سختی و از این همه اینکه ناامید بشیم و ته بنبست بمونیم بکشیم کنار. آره دقیقاً به خاطر بعد از این همه داستانی که ما داشتیم و این همه اوجی که به هر حال گرفتیم و این همه زحمتی که کشیدیم، به هر حال جزء آموزشگاهایی که زبان زده، جزء آموزشگاهایی که واقعاً به روز کار کرده، زحمت کشیده، متاسفانه الان این هیچ حمایتی وجود نداره. من واقعاً دلم میخواد اینجا بگم که سازمان فنی حرفه‌ای یا هر سازمانی که میتونه به آموزشگاه دارا در واقع برنامه‌ریزی براشون بکنه و بتونه کار کنه براشون و یه حمایتی ازشون بکنه، مخصوصا آموزشگاه دارای قدیمی، اونایی که یه موج جدیدی افتاد، یه عالم چیز دادن، مدرک یعنی مجوز تأسیس دادن و اونم باز یه ضربه زد به آموزشگاه دارا. من ازشون خواهش میکنم از همینجا که زحمت بکشن و هوای آموزشگاه دارا داشته باشن، نخوان که واقعا زمین بخورن آموزشگاه دارا. انشالله که این اتفاق بیفته، انشالله که صدامون به گوش مسئولینم برسه و اتفاقای خوب برامون بیفته، همونطوری که دلمون میخواد توی فرهنگ سازی و رشد کیفی در واقع صنعت زیبایی کشورمون زحمت داریم میکشیم و دلمون میخواد این اتفاق بیفته. امیدوارم که صدامون به یه جایی برسه و این اتفاق بیفته و حوزه بیوتی ما نیاز داره به کسانی که فرهنگ این کارو گسترش بدن، نه کسانی که فقط دارن به صورت سطحی کار میکنن و خودمون هم داریم میبینیم که سلیقه زیبایی جامعهمون واقعا تغییر کرده و این کار ماهاست که بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم و اتفاق خوبی رو برای حداقل جامعه خودمون رقم بزنیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی خوشحال شدم از هم صحبتیتون. امیدوارم که مشکلات حل شه انشالله. بندم واقعا امیدوار هستم که انشالله از این طریق صدامون برسه به دست مسئولین امر و انشالله که اونها هم یک روشی و یک راهکاری رو برای ما اتخاذ کنن که موفق بشیم. و واقعا حیفه، چون که من واقعا خیلی از صمیم قلب ناراحت میشم و متاسف میشم میبینم که خانومی که 40 سال کارآفرینی کرده، زحمت کشیده، عمر و جوونیشو گذاشته، به قول خودمون مو سپید کرده تو این راه، این همه هنرجو داشته، برای خودش کسی بوده، الان بخواد به خاطر این اتفاقات و این قوانین و این بی تدبیری ها ورشکسته بشه و حمایت نشدن و آره دیگه بره کنار بشینه خونه، خیلی سخته این. انشالله که اینطوریه. خیلی خوشحال شدم که باز هم با این برنامه در خدمتون بودم. مهمون ما باشید با برنامه‌های دیگه بیوتی تاک از سری برنامه‌های نووا بیوتی تیوی. خدا نگهدارتون. قرار باشین. آرزوی موفقیت. مرسی. و همچنین برای شما.